شدیدترین درد دندون رو توی 5 دقیقه ساکت کن و عفونتش رو هم کامل از بین ببر. تا آخر ویدیو همراه من باش و مثل همیشه لایک یادت نره. 15 گرم میخک رو بریز توی آب جوش و بذار 10 دقیقه دم بکشه. عصارش که خارج شد از صافی ردش کن. 2 قاشق غذاخوری گلاب، 3 قاشق غذاخوری سرکه طبیعی سیب و 1 قاشق غذاخوری نمک. اینها رو خوب هم بزن. 5 دقیقه توی دهنت قرقره کن و درد دندون رو 1 بار برای همیشه ساکت کن و عفونتش رو هم کامل از بین ببر. یادت نره پیج من رو حتما فالو داشته باشی، چون حتما بهت کمک میکنه. اگر از این پست خوشت اومد اون رو برای عزیزانت هم ارسال بکن. خداوند شما را خیر.